سلام، امروز میخوایم به شما نحوه دم‌آوری قهوه با دریپر ویشست رو توضیح بدیم. خب وسیله‌هایی که ما نیاز داریم: یک عدد کتری مقدار 26 گرم قهوه، یک عدد ماگ یا لیوانی که میخوای قهوه رو توش سرو کنید، دریپر ویشست، ترازو و یک عدد فیلتر ویشست. این وسیله میگن دریپر ویشست چون این وسیله به شکل ویه و زاویه 60 درجه داره که باعث میشه که عصاره گیری قهوه خیلی آروم و کامل انجام بشه. نکته‌ای که قبل از عصاره گیری و دم‌آوری قهوه‌تون باید توجه کنید اینه که دهنه ماگ، سرور یا هر وسیله‌ای که دارید توش دم‌آوری انجام میدید به اندازه‌ای باشه که کف دریپر شما دقیقاً توی لیوان قرار بگیره و زمانی که دارید عصاره گیری انجام میدین دریپر شما تکون نخوره، از بغل نیفته. قبل از عصاره گیری ما نیاز داریم تا تمام وسیله‌های دم‌آوری خودمون رو گرم کنیم. من ابتدا دریپر رو روی ماگ خودم قرار میدم و فیلتر ویشست خودم رو که به این صورت رو باز میکنم، دقیقاً از سمت مخالف تا میزنم. این کار برای اینه که فیلتر توی دریپر قشنگ جا بگیره و تکون نخوره و اون توی دریپر قرار میدم. زمانی که فیلتر رو توی دریپر قرار دادید روی اون آبجوش میریزید تا هم طعم کاغذی فیلتر از بین بره و هم دریپر و ماگ شما شروع کنه به گرم شدن. این مرحله قهوه خودمون رو که 26 گرمه و با سایز متوسط آسیاب شده رو وارد دریپر میکنیم. بعد از اینکه قهوه خودتون رو داخل فیلتر ریختید و یک دستش کردید، ترازوی خودمون رو روشن میکنیم، ماگ، دریپر و قهوه خودمون رو روی ترازو قرار میدیم. در اینجا باید دکمه تیر روی ترازو رو بزنیم تا ترازو به ما وزن ماگ، دریپر و قهوه ما رو نشون نده و فقط مقدار آبی که قرار روی قهوه رو بریزیم و به ما نشون بده. خب ترازوی من تایمر نداره و من از یه تایمر بغل ترازوی خودم استفاده میکنم تا تایم رو نگه دارم. ولی خب یک سری از ترازوها هستن که خودشون تایمر دارن و میتونید روی اون تایم رو استارت بزنید. زمانی که ما ریزش آب رو شروع میکنیم همزمان تایمر رو هم میزنیم. دقت کنید که ما تو مرحله اول قرار 40 میلی گرم آب اضافه کنیم. چهل ثانیه به قهوه خودمون اسوب میدیم تا گازهای قهوه خارج بشه و قهوه ما خوب خیس بخوره. بعد از اینکه 40 ثانیه اسوب کردیم مجددا ریزش آبمون رو انجام میدیم. باید دقت کنید که ریزش آب شما خیلی آروم و آهسته و به شکل دایره‌ای در یک جهت باشه و روی سطح کل قهوه شما آب ریخته بشه. ریزش آب رو از یک دایره از وسط قهوه به سمت بیرون شروع میکنیم. این مرحله ما قراره مقدار 300 میلی گرم دیگه آب اضافه کنیم. در آخر ترازوی ما باید مقدار 340 میلی گرم آب به ما نشون بده. خب باید توجه کنید که زمان عصاره گیری ما حد اکثر 3 دقیقه باید طول بکشه و بعد از اون یه باعث میشه که قهوه ما شروع کنه به تلخ شدن. بعد از اینکه عصاره گیری تموم شد دریپر و فیلتر خودمون رو برمی‌داریم و قهوه ما آماده سرو.